یگانه راه و واسطه‌ای که ما و شما میتونیم در سیاست کشور خودمان سهیم باشیم این تأسیس یک حزب سیاسی است. حامی حقوق و فعال سیاسی مقیم روسیه عزت امان از تأسیس یک حزب نو خبر داد. او گفت تصمیم دارد در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری شرکت کند. در این باره او در یک صحبت آنلاینیش در یوتیوب شام گذشته اعلان داشت. عزت امان گفت ما با دوستان خود در مسکو و اطراف آن مصلحت کردیم و به همین خلاصه آمدیم که یک حزب سیاسی را در غربت در مهاجرت با لطف پروردگار تأسیس دهیم. چون یگانه راه و واسطه و اهرامی که ما میتوانیم در سیاست کشورمان شریک باشیم این تأسیس یک حزب سیاسی است. او گفت پیشنهاد تأسیس حزب از جانب مهاجران شده است. با تمام مسئولیت اعلام می‌دارم از همین روز عبارت کار تأسیس حزب شروع شد، روند آغاز گشت و حزب سیاسی را با نام تغییرات، اصلاحات و ترقیات با عنایت خداوند پیشنهاد جامعه خواهیم کرد. این حزب خواسته های 2 میلیون مهاجر تاجیک در سراسر دنیاست، گفت عزت امان. وی همچنین گفت قبل از آن که به تأسیس حزب تصمیم بگیرد با مهاجران در روسیه و به خصوص در اروپا مشورت کرده است. عزت امان از تمامی آنهایی که این تصمیمش را دستگیری میکنند خواست زیر نوار نام و نسب و رقم تلفنشان را نویسند. در حال عزت امان از تأسیس حزب نو و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حرف میزند که طبق قوانین تاجیکستان در این انتخابات تنها آنهایی میتوانند شرکت کنند که 10 سال اخیر در کشور سکونت داشته باشند.